درود استاد عزیزم آوا جان. من بهار عظیمی هستم، اهل استان آذربایجان غربی. واقعیتش من شما رو از طریق دوست عزیزم مهرانه جان شناختم. من توی ایتالیا بودم و توی چالشی بودم. استرس درس و دانشگاه خیلی زیاد بود برام. شما رو به من معرفی کرد و گفت که این استاد منه و خیلی از شما نتیجه گرفته. بار اول واقعیتش رد شدم، نگاه نکردم، ولی بار دوم دیگه تاکید کرد که حتما دنبالش کن. شما رو دنبال کردم و وقتی لایوتون رو دیدم که آقایی بود به اسم آقای آپتین و اومده بودن دستاوردهاشون رو میگفتن، من تا آخرش گوش کردم تا اینکه سریع پیام دادم به پشتیبانیتون، گفتم من این هیپوکام رو میخوام. ولی شما درگیر سمینارتون بودید و من نتیجه‌ای نمیگرفتم، خیلی پیگیرش بودم و شما من ارزشمند و اینا رو گذاشتین. من دونه دونه گوش کردم، نوشتم. قبل اینکه شما بگین بنویسی من خودم شروع کردم نوشتم و دونه دونه سیاهی هامو در آوردم. با اینکه روی خودم خیلی کار کرده بودم، مدیتیشن، دوره های خیلی زیادی من و همسرم با هم دیگه گرفته بودیم، ولی هیچ وقت هیچ استادی به اصلا واضح میگم در مورد کودک درون به ما هیچی نگفته بودن. و وقتی که من در مورد کودک درون شنیدم گفتم که واقعا این همه کار کردن که روی خودم کار کردم و مسیرم به این کندی داره میره جلو، این یه ریشش بود که من تا حالا ریشش رو درمان نکرده بودم و خیلی انقدر پیگیر هیپوکامتون بودم تا اینکه دوستم برگشت به من گفت، من نتیجه‌ای نمیتونستم بگیرم چون شما فقط درگیر سمینارتون بودین، تا اینکه دوستم برگشت من گفت بهار رها کن به دست کائنات، اگه قراره برسه به دستت میرسه. و من رهاش کردم. دقیقاً بعد اینکه سمینارتون تموم شد شما کارمای اجدادی رو گذاشتین و در کنارش هیپوکام رو گذاشتین به مبلغی که من فکر نمی‌کردم به اون مبلغ بخرم قبلی که دوستم به من گفت مبلغش، و بعدش یه مبلغ باور نکردنی که گذاشتین. دقیقا ساعتش هم یادمه، ساعت 3 بود، 3 ظهر بود که من سر کلاس بودم و همون لحظه کلاسمو کنسل کردم، رفتم توی پارک نشستم و کل وایستون رو گوش کردم. فکر کنم نفر اولی بودم که اونجا دوره رو تهیه کردم. زنگ زدم به همسرم گفتم من این دوره رو میخوام، خیلی وقت پیگیرش بودم و همسرم هم همونجا گفت اوکی خرید. و تا اینکه منتظر شدم شما دوره رو بفرستید و شما نزدیکای عید دوره رو فرستادین و من برگشتم ایران. تقریبا از اولای عید من و همسرم شروع کردیم دوره رو گوش دادن. من یه سیاهی که داشتم از بچگی به خاطر اینکه توی خانواده پرجمعیتی بزرگ شده بودم، سعی می‌کردم از جمع و شلوغی قایم بشم و تو خلوت خودم باشم. تا اینکه بزرگ هم که شدم این سیاهی رو داشتم و نمیدونستم. از دید و بازدیدهای عید بدم میومد، یعنی بی‌معنا بود برای من. چرا مثلا میریم دید و بازدید؟ لذت بخش نبود. و اینکه همیشه سعی می‌کردیم، ازدواجم کردم، سعی می‌کردیم بریم مسافرت، از زیر این دید و بازدیدا در بریم. با اینکه امسال مسافرت هم رفتیم، برگشتیم دید و بازدیدا رو انجام دادیم، یعنی از همه آجیلش، از شیرینیش، از همه چیزش لذت می‌بردم و این رو متوجه نشده بودم که همسرم کنارم بود، برگشت به من گفت تا حالا اینقدر لذت برده بودی از این همه؟ خیلی با شور و شوق تعریف می‌کردم. گفتم آره، این به خاطر این سیاهی که من توی بچگی داشتم، به خاطر اینه. دقیقا همون لحظه انگار که برای من باز شد که دلیلش چیه. و من سال جدید رو با شما شروع کردم. هنوز الان جلسه، یعنی اون موقعی که نتیجه رو گرفتیم جلسه 4 بود، الان جلسه 5 6 هستیم. یعنی از همه چیز دارم لذت میبرم. مثل بچه‌ها انقدر شور و اشتیاق دارم از شکوفاها، از درخت‌ها، از اینکه زمین داره حسش میکنم. همه چیزشو بیشتر از اون قبل که حس میکردم دارم بیشتر حس میکنم. انگار که با درخت دارم کانکت میشم، اتصال برقرار میکنم. مثل بچه‌ها شدم. اینجا که اومدم دریا رو دیدم، مثل بچه‌ها داشتم لذت می‌بردم از دریا، از همه چیزش. زندگی رو زندگی می‌کنی به معنای واقعی. دقیقاً. یه دوره قبلا دوره‌هایی که داشتم مثلا موقتی بود.
حسم بیشتر میشد، از زندگی لذت میبردم. بعدش یه مدت که میذاشت دوباره برمیگشتم. ولی الان از عید حس و حالم خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه، یعنی لذت میبرم از همه چیز. خدا رو هزاران مرتبه شکر. خیلی ممنونم، مرسی. قربون شما. الان یعنی جلسه پنجم و ششم، امروز ششم رو شروع کردیم. کدوم تاریکی رو داشتین؟ یعنی چند تا بوده؟ یا تاریکی رها شدگی، تاریکی موفق نشو و اصلا کلا روابط عاطفی بی دلیل منو بعد متوجه می شدن و اصلا به سادگی روابط عاطفیم با خانواده همسرم خوب شده، انقدر خوب شده که اصلا مثل خانواده خودم، مثل خواهر خودم، مثل مادر خودم، یعنی رابطم خیلی خوب شده، خیلی لذت میبرم، دوست دارم بیشتر کنارشون باشم. خدا رو شکر. اتفاقش این دست مرسی که تشریف آوردین، باعث افتخاره. انشالله که هر روز تو زندگیتون نور و برکت. سپاسگزارم. اینم بگم که موقعی که اونجا بودم گفتم که به همسرم گفتم من میام ایران، میام شما رو میبینم عزیزم. انقدر یعنی گفت، همسرم گفت آخه، گفتم نه من به این دلیل میام عزیزم. و حتی مسافرتی که رفتیم نزدیکای رشت اینا بود رفتیم، خیلی منتظر بودم که شما یه دوره همی بذاریم و منم میام. نه تا نزدیک شده بودیم دیگه به شما. اون موقع نشد، الان رسید. بله و برگشتیم و بعدش شما گفتین اصلا خیلی بعد فرکانس ها ببین این همه آدم نتیجه فرستاده بودن، 11 نفر دعوت شدن، کاملا شهودی و دلیه. شاید خیلی یه درخواستی فرستادم و یاد این حرف افتادم که میگه وقتی شما یه درخواستی میدین کل کائنات دست به دست میده تا درخواست شما رو برآورده کنه. ایمان داشته اونجا درسته توی درخواست عزیزان باعث افتخارم. صدای بچه‌های خودمون که دارن روشون کوچ کار میکنن شما بشنوید. خیلی هم عالی لذت میبرم. که میخواستم باردار بشن، 3 تاشون شدن. خدا رو شکر. بعد 26 سال. خدا رو شکر. خیلی خیلی باعث افتخارم. اونا هم به زودی نتیجه میگیرن. خب جناب درستی، رضا درستی، خوش آمدین، در خدمت شما هستیم. ممنون، مرسی. خیلی خوشحالم شما را از نزدیک میبینم و همینطور دوستان عزیزم. و زندگی از اونجا شروع شد که شما را دیدیم، واقعا باعث افتخاره. خواهش میکنم. و اینکه معنادار کرد حضورتون توی زندگی ما. من 10 سال فارغ التحصیل بودم و اینکه خیلی رزومه‌مو قوی کرده بودم، چون آرزو داشتم مهاجرت کنم، تحصیل کنم، اون رشته‌ای که دوست دارم رو ادامه بدم. درست. به حدی رسیده بودم که خودم مشاوره میدادم به خیلیا، اونا مهاجرت میکردن ولی خودم میموندم. یعنی یه انسداد وجود داشت که درست نمیشه. حتی واسه خانومم ازدواج کردیم، بعدش خانومم اوکی شد مهاجرت کرد، من موندم تا اون حد. بعد شما یه دوره گذاشته بودین، همون من ارزشمند رایگان بود، 10 روز انجام میدادیم. خانم به من پیشنهاد داد. البته من 4 سال ما با هم میتیشن میکنیم تو این مسیر رو، کلی دوره خریده بودیم، خیلی سفر رفته بودیم در این مورد، ولی این خیلی فرق میکرد، واقعا فرق میکرد. یعنی فکر کنید این همه ما پول خرج کردیم، رفتیم این کشور اون شهر، کلی هزینه کردیم، شاید بهتون بگم 1/10 ما فقط هیپوکامپ خریدیم و کلی نتیجه گرفتیم. یکیش که واقعا واسه من خیلی مهم بود این بود که من با این همه رزومه، با این همه استعداد، با این همه مشاوره که طرف میره خارج درس میخونه، عکس واسه من میفرسته، من هنوز در همون رده موندم. بعد اون من ارزشمند رو گرفتیم،
من تنها بودم تو خونمون، داشتم میتیشن میکردم با اون 10 شبه. روز فکر کنم شب سوم بود، من خوابیدم و خواب دیدم که بچگیام، چون من تو خونه پدریم زندگی میکنیم ما، همونجا هم بزرگ شدم. دیدم بچگیم همونجا یه قفل و زنجیر تو اون خونه و فهمیدم که من اینجا چسبیدم، واسه همون نمیتونم از اینجا بکنم. یعنی انسداد از همونجا شروع شد. و اسمشو نمیدونستن هیپوکامپو چی بود. بعد خانمم یهویی بعدشو میخواد کامل اینو بگیریم که بهم پیام داد اینا. گفتم آره بگیریم. دنبال اون حرکت بودم که از طرف مثلا یه نفر بهم میگه بخر ادامه بده، که ادامه دادیم. الان فکر کنم جلسه 5م 6م 20 روز شروع کردیم، دقیقاً 20 روز 25 روز شروع کردیم و من چند تا اپلای کردم بعد این عید، یعنی بعد آشنایی با شما. اولین نتیجه‌ای که واسه من شد این بود که من از یه نفر مصاحبه گرفتم، اون دانشگاهی که دوست داشتم. بعد استاد بهم گفت می‌خوایم مصاحبه کنیم باهات، من حرکت رو تو آزمایشگاهم راه نمیدم. منم گفتم اوکی مشکل نداره. یعنی انقدر استرس من رفته بود، انقدر من اوکی بودم. گفت بعد ایمیل فرستاد که 10 الی 15 دقیقه ما مصاحبه میکنیم. من خیلی ریلکس بودم. بعد خانمم میگفت با مطالعه کن، یه خورده بخون، یه خورده آماده باش. گفتم بابا اگه تو با من کار نداشته باشی من الان میخوابم، 10 دقیقه مونده مصاحبه من بیدار میشم میگم استاد بفرمایید چی میخوای، چون میدونستم من قبول میشم. اینو فهمیده بودم. یعنی قفله رو میدونستی آره که دیگه شکسته میدونستم آره داستان چیه. بعد استاد به من پیام داد، رفتیم سر مصاحبه. بعد خیلی هم لهجهش بد بود، من به زور متوجه می شدم. مصاحبه نزدیک 1 ساعت طول کشید. بعد استاد آخرش به من گفت خیلی بهت تبریک میگم، سال نو رو بهت تبریک میگم، تا 2 هفته بهت جواب میدم. منم ریلکس گفتم اوکی مشکل نداره. بعد 1 ساعت ایمیل داد که ما خیلی خوشحالیم سوپروایزر تو بشیم. چقدر بعد عالی، 1 ساعت. به افتخارشون دست بزنید. بعدش من 20,000 پوند گذاشته بودم کنار واسه ثبت نام، که استاد به من گفت برو این دوره رو کورس شرکت کن و اسم منو بده، مدارک بیا زیر دست من، که بدون هیچ هزینه‌ای من ثبت نام کنم. و اون رشته‌ای هم که دوست داشتم، دقیقاً اون رشته اکتشاف دارو بود که خیلی دوست داشتم. الانم منتظر ایمیل پذیرشم بیاد که میدونم که میاد به زودی. آره اومده فکر کنم. این تو راه کانادا داره میرسه. نه انگلیس و یوکی بود. بعد این یکی از معجزات من بود. معجزه بعدی، من خیلی وصل بودم به شغل سومم. من 3 شغلم، یعنی میگفتم اگه من این شغل از دست بدم کلا من 0 میشم تا اون حد، در حالی که اصلا به هیچی من چیز نمیشد، یعنی به درآمد من کم نمیشد، ولی خیلی وصل بودم به اون شغلم. از وقتی این دوره رو شرکت کرده بودم، شاید باورتون نشه الان دارم لحظه شماری میکنم سریع از اونجا استفاده بدم. آره دیگه واقعا قفله بود. ورودی های زندگیم خیلی زیاد شده. از نظر مالی. حتی الان اینجا نشستم پیام بهم میاد که کلاس کی بزن، چون مدرسم هستم. درست. کلاس کی شروع میشه، کی بیام سر کلاس. حتی مبلغ های هزینه که میگم، به قول دوستمون شاید تو شهر ما خیلی اینا جا نیفتاده و من هنوز مبلغ های تهران رو میگم آقا جلسه 2 تومن، میگن اشکال نداره اوکی میایم. چقدر عالی. و همشون مدیون این دوره هیپوکامپیم. خیلی ازتون تشکر میکنم. یعنی 10 سال من همینجوری درجا میزدم، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ اعتماد به نفس و ترس و اینا. کلی هزینه کردیم، کلی اینو اونو مشاوره بده، ولی در کل آخر سر فهمیدیم که اینجا بود مشکل اصلی ما. دقیقاً همونجا بود. ازتون خیلی سپاسگزارم. خیلی واقعا شما واقعا فرشته هستین. خواهش میکنم. واقعا فرشته هستین که فرشته نجاتین. خدا اینو بهتون بگم. و من میدونم کل این دورتون رو به خیلی پیشنهاد دادیم و یه سری
فکر میکنن نتیجه نگرفتن. بعضی چیزا رو واسه ما تعریف میکنم واسه فامیلامون، ما با خودمون میگیم بابا اینا همین دوره هیپوکامپ اینا جواب گرفتن، ولی خودشون نمیدونه از چیه، فکر میکنه همینجوری الکیه داره میگذره دیگه، نمیدونه. خیلی هم جدی نمیگیرن. خب چون تایماتون الان 20 دقیقه 30 دقیقه است، من بعضی رو دیدم که میگن ای بابا نیم ساعت باید دوباره دراز بکشیم. خب بهتر جواب نمیگیری دیگه. من من میگم شب بشه سری برم این هیپوکامپ انجام بدم، صبح بشه سری انجام بدم. حتی با تصمیم گرفتم بعد این دوره دوباره خودم یه بار دیگه شروع کنم، شاید یه دور چیزای دیگه باز شه واسه من. آره ول نمیتونم، من خودم همینطور. آره یعنی یه وقتی حالا بینش میذارم دوباره مجدد دوست دارم که شروع بشه. و دقیقاً همین عشق شما به کائنات این پیام رو میدید، من برای خودم ارزش قائلم. اونایی که فکر میکنن جهت رفع تکلیف باید 20 دقیقه رو پلی کنم، فایده نداره. و اینکه خب مثلا میگن 20 دقیقه بخواب، من که میگم از این راحت‌تر وجود واقعا نداره. شما بریم بخوابین و پلیش کنین. یه قرار نیست لوتوس بشینی. بله دقیقاً میگم به اتفاقا تاثیرش صدها برابر بیشتره دیگه، چون ضمیر ناخودآگاه بیدار و ضمیر خودآگاه. ما 4 سال مدیتیشن میکردیم، ما تجربه خلسه رفتن و اون آلفا رو نداشتیم. درست. اون من ارزشمند. و همسرم به من پیام میداد میگفت انجام دادی ندی، میگفتم بابا اصلا من هم اول پلی میکنم، من رو هوا همینجوری معلق میزنم. پس این آلفا میگن همینه. واقعا خیلی خوب بود، خیلی خوب. یعنی یه پسوی هستش خب بین همه این دوره هایی که خیلی خریدن، خودم هم خریده بودم. یعنی واقعا یه میانبره. من نمیدونم چی تو این گذاشتین ولی خیلی معجزه میکنه. خیلی معجزه میکنه. خدا رو هزاران مرتبه شکر، باعث افتخاره که اینجا تشریف آوردین. امیدوارم که دفعه آینده که میبینیمتون اومدین از اون طرف اینجا یه سر رو بریزون بزنین و نتیجه های بی‌نظیرتر ازتون ببینیم. خیلی خیلی ممنون از شما. خانم بتول غلامی عزیز، من نمی‌فهمم، من دارم از خدا خواستم، از خدا خواستم. وقت کار خداست، من هیچم. من جلوی خودم فکر کنم فقط من مثلا 2 دقیقه نگاش میکنم دیگه نیست. من اصلا همینجا بودم. دیگه نبودی واقعا نبودی. عزیزم خدا رو هزاران مرتبه شکر. یعنی واقعا تو مسیر که داشتیم می‌اومدیم من خوش فرمون بودم. ما تمام مسیر که داشتیم اینجا اومدیم خیلی چندین بار تکرار شد و جلوی هر دقیقه گفتم خوبی نیست اصلا کلا نیست. خب بعد برامشون گفتش که تموم شد. گفتم آره دیگه تموم شد، دوباره پلی شده. خدا رو شکر. گوش می‌کردم گفتم اصلا نمونید کلا. عزیزم خب در خدمتتون هستیم، خوش آمدین. قربان شما، زنده باشید. سلام میگم خدمت شما. آوای خدا، دستان خدا، همینطور که همه دوستان میگن و هستین. باورم نمیشه روبروتون نشستم و دارم این صحبت ها رو میکنم. اهل مشهد هستم، از طریق اکسپلور باهاتون آشنا شدم. تاریکی های زیادی داشتم از کودکی، ترس، استراب، استرس که همین الانم یکم تو صدام هست. خیلی داشتم دچار یک افسردگی، استراب و حتی پنیکایی شدم که خدا برای هیچ کس نیاره. وحشتناکه. پنیک یک بیماری وحشتناکیه. درمان میگن درمان داره، ولی مسخ شخصیتی که توی پنیک هست به هیچ عنوان با دارو درمان نمیشد. دوره اولش رو که من گرفتم، جلسات کامل کردم، به قدری آرامش گرفتم خانم خداداد، به قدری آرامش گرفتم که اصلا نمیشه عنوان کرد. دستاوردهای مالی پی در پی هم می اومد که من اصلا تعجب وار بودم که اینا واقعا این منم، اینا مال منه، اینا برا منه. خدایا چی کار کردی؟ قبل از اونم البته که ناراحتیایی که داشتم خیلی به خدا واقعا از خدا کمک خواستم. یه راهی، یک کاری، تو که میگیم، تو که دوستان میگن، تو که میگی بیا، من اومدم، پس یه چیزی رو به من بگو که من بدونم واقعا دیده میشم، هستم. که از اکسپلور شما رو دیدم و همین دوره من ارزشمند جلساتش رو توی 2 شب من کامل همه وسطاتون با همه رایگان. بله
با همه وایسای شما من اشک ریختم، گریه کردم. به شوهرم میگفتم صبح که بیدار شدم من اینا رو دیشب گوش کردم، تو هم بیا همراه شو. خب شوهرم خدا رو شکر از نظر روحی آدم قوی و محکمیه، میگفت آره خوبه، دارم میبینم تغییرات رو من دیدم، ولی دستاوردهای مالی معمولا برای آقایون خیلی لذت بخش‌تره که من ماشین صفر خریدم، به فاصله 1 ماه بعدش مجدد ماشین دیگه ای خریدیم. شوهرم چون بازنشست شده و معمولا تو کارهای دولتی درآمدی رو که یا اون مثلا پاداشی رو که به کارمندان میدن خیلی طول میکشه، به فاصله 1 ماه 2 ماه به دستشون رسید، به من هدیه دادن و من تونستم برای خودم طلا بخرم، حالا چیزی که خانوما خیلی دوست دارن. ولی من برای مهمترین چیزی که از این هیپوکامپ میخواستم به دست بیارم هم آرامشه بود. جلسات اول رو که یعنی دوره اول رو که طی کردم به گفته دوستمون خیلی تاثیر، یعنی چون قطعش کردم کامل باز مجدد یکم پریشون شدم که باز دوباره گفتم حتما باید تکرار بشه و هر روز حتی شده شبها هر هفته 5 بار 4 بار رو اینو حتما گوش کنی. بار دومو گرفتم و به پسرم که الانم داره منو میبینه و گفت حتما اسممو ببری، امین محمد تقدیم کردم و گفتم پسرم اینو من میدونم، من مادری بودم که حتما با این تاریکیایی که داشتم به تو آسیب زدم و تو از الان چون هنوز 17 سالته راحت میتونی با 1 جلسه اینا رو درمان کنی و مثل ما انقدر کهنه نشه که بمونه و سالیان سال طول بکشه. ارتباط موثری که داشتم با همسرم و فرزندام خیلی، من یادم کلا خشکی بودم، خیلی ارتباط نمی گرفتم، حالا با دیگران با دوستان و همکاران شاید، ولی با خانواده خیلی سخت ارتباط می گرفتم که شاید دوست دارم رو به زور میتونستن از زبونم بشنون. خیلی آرام شدم با هر جلسه‌ای که میشذارم و صبح بیدار میشم انگار این مغزم باز شده، نفس میکشه، انگار یک عالم یه چیزی خوردی که اینقدر بهت آرامش داده. یعنی تعجب میکنم، من هر روانشناسی که رفتم به همکار به دوست عزیزمونم گفتم میشستم من باید 5 جلسه 10 جلسه پول زیاد میدادم، شاید 10 برابر این، که من بگم آقا من مشکلم چیه، ولی شب میومدم اینو پلی میکردم و میخوابیدم بدون هیچ دردسری. و از هر کسی که این صدای منو میشنوه، از هر جا، چه اینجا چه خارج از کشور، خدایا روزی برسه که این تاریکی ها از وجود هممون بره و لذت واقعی رو بچشیم. بدترین چیز همین آرامشه و احساس افسردگی و استرسه. از همتون میخوام این دوره رو تهیه کنید، برای 1 بارم که شده امتحان کنید، پولتون رو حالا خرج یه جایی یک چیزی رو کمتر استفاده کنین، یک ارزشی به خودتون بدین، بخرین و بعد ببینید دعای یعنی خانم خداداد رو دیگه واقعا هیچ وقت فراموش نمی‌کنید. نقطه شروع زندگیتون از لحظه‌ای که هیپوکامپ رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید، عشق کنید، زندگی کنید. ما خانوما الان این حرفو زدیم من یادم اومد، میریم خرید میکنیم حالمون خوب شه، میریم به قول شما طلا میگیریم حالمون خوب شه. دریغ از این که حالا خانوما آقایون فرق نداره، دریغ از این که همه چیز از درونمونه، تو بیرون هیچ کدوم از اینا فقط یک مقطعی حالمون رو خوب میکنن و فایده‌ای نداره. ولی اگر که ما بتونیم ریشه‌ای این حال خوب رو به خودمون 1 بار هدیه بدیم، 1 عمر لذتشو میبریم. یعنی من همیشه اینو میگم تو لایو، الانم میگم، دوست دارم هر کسی که تو خیابان، خیلی این کار میکنم، سوار ماشین میشم روبرون آدما رو با دقت نگاه میکنم، 99% غمگینم. حالا من نمیدونم غمشون به خاطر بیپولی، روابط عاطفی، سلامتی چیه، میگم خدایا دلم میخواد شونه هاشون رو تکون بدم، بگم خیلی راحت شماها بخوابین، ضمیر ناخودآگاهتون مجدد کدگذاری کنین. متاسفانه ما تو جامعه بزرگ شدیم که خودمون دیگه خبر داریم که چقدر مشکلات هست، چقدر پدر و مادرهایی داشتیم که ناآگاه بودن و ناخواسته چقدر به ما آسیب زدن و ما هم هی این نسل رو داریم ادامه میدیم. چرا؟ وقتی اینقدر راحت میتونه، همین که گفتی اینقدر راحت میشه، چرا آدم ها نباید آگاه باشن؟ من همینجا آرزو میکنم الهی که اصلا تمام مردمان، تمام سرزمین، فقط ایران ما، تمام سرزمین بدونن که میتونن ریشه‌ای 1 بار برای خودشون ارزش قائل باشن و زندگی رو زندگی کنن.
همسرم دوره هیپوکامپ رو که من تهیه کردم فقط شبا میذاشتیم که گوش کنن. خب زیاد گوش نمیکرد، ولی معجزه‌ای تو زندگیش اتفاق افتاد که حالا خودشون میگن. قربونتون، اولا به افتخارشون یه دست مرسی عزیزم، خیلی خیلی ممنون. با افتخار که تشریف آوردید. آقای صبور عزیز، درسته؟ خیلی خوش آمدین، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. عرض سلام دارم